خهورف میروج هوشم جونویش سال تولدش 1998 زاده شهرک شهیدان نویه اشت سه خانه ساکنان اوستوشته را که در کوچه به نام محمد جان وایدوف بنیاد شده بودند آتش زده است. مهراج سه خانه دیگران را مورد سوختار قرار داد. به حوله 2 نفر که به مناسبت این جوان و دختر دوست داشتهاش علاقمند نبودند در آمده اول هیزم‌هایی که در کنج حوله جمع‌آوری شده بودند آتش زده است که علنگه آتش و دود غلیظ آن به خانه و آشخانه این ساکنان ضرر رسانیده است. مقدار ضرر را کارمندان مقامات ملیسه اشت بیش از 3000 سومونی ارزیابی کردند. بنا به گفته مسئولان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت، هدف اساسی این جوان گرفتن قصاص از نزدیکان دختر دوست داشتهاش می باشد. طور خود میراج اقرار کرده است برای پنهان کردن جنایتش اول خانه 2 ساکن بیگناه را که به دختر دوست داشتهاش عموما پیوندی نداشتند آتش زده، سپس خانه اون نفری را که ضد فاتحه مهراج و معشوقش بود آتش زده است. مقصد جوان قصاصگیر ترس دادن نزدیکان دختر بوده است که مانع فاتحه و توی آنها شدند. نسبت به این عمل بر اساس ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز شده تفتیشات ادامه دارد. ماده 255 برای قصد نیست و نابود و یا ویران کردن مال و ملک غیر همچون جزا جریمه به مبلغی از 250 تا 912 نشان دهنده برای اصابها و یا تا 5 سال زندان را پیش بینی میکند. ولی بسیاری از کاربران در زیر این خبر از مقامات خواستند که مثل مجنون عاشق بودن مهراج را به نظر بگیرند و به جای به زندان انداختند او را با دختر دوست داشتهاش سر تخت شهی و عروسی